روز 4 آوریل سال 1989 در پایتخت فیلیپین شهر مانیل همه چیز عادی شروع میشه. هوا گرم و شرجی بود و خیابونا پر از بوق و صدای مردم. اما توی یکی از بانک‌های بزرگ مرکز شهر قراره یه اتفاق عجیب بیفته. حدود ساعت 10 صبح یه مرد با کت روشن و یک کیف چرمی وارد یه بانک میشه. ظاهرش آراسته است و عینک دودی زده، یه لبخند مؤدبانه هم رو لباشه. از اون آدمایی که به نظر میرسه همه چیزو زیر نظر دارن. این آقا میره سمت باجه ارزی، چند تا اسکناس $100 از کیفش در میاره و با صدای آروم میگه میخوام اینا رو تبدیل کنم به پزو. پزو هم که میدونین واحد پولی فیلیپینه. کارمند بانک اسکناس ها رو بر میداره. یکی یکی زیر نور نگاهشون میکنه. لمسشون میکنه. حتی یه لحظه بوشون میکنه. میبینه همه چی طبیعیه. بافت کاغذ، طرح فرانکلین، اون رنگ سبز خاص $، هیچ چیزی اشتباه نیست. اما یه نشونه ریز اونو به شک میندازه. یعنی شماره سریال ها. خیلی نزدیک به همن، انگار از یه دستگاه چاپ در اومدن. کارمند یه نگاهی به مرد میکنه و یه بهونه ساده میاره که بره تاییدیه از مدیرش بگیره. اما وقتی برمیگرده میبینه اون مرد ناپدید شده. نه خبری از خودش هست و نه از کیفش. فقط همون چند تا اسکناس رو جا گذاشته بود. بانک خیلی سریع ماجرا رو گزارش میده و نمونه ها رو برای بررسی میفرستن به سفارت آمریکا. چند هفته بعد سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا یه پرونده رسمی به شماره 343 باز میکنه. پرونده‌ای که بعدها اسمش تو تمام دایره‌های امنیتی آمریکا پخش میشه. بعد از گذشت چند روز وقتی اسکناس‌های جعلی میرسن به کشور آمریکا، کارشناسا اول از همه اونا رو زیر نور فرابنفش میذارن. معمولاً تو این تست اسکناس واقعی یه جور درخشش خاص نشون میده. چرا؟ چون توی کاغذهای واقعی الیاف امنیتی و جوهرهای مخصوص وجود دارن که نور رو برمیگردونن. جالب اینجاست که توی این مورد اسکناس‌های تقلبی کاملاً درست از آب در اومد. بعد میرن سراغ میکروسکوپ‌های قوی. نگاهشون میفته به روش چاپ، یعنی اینتالیو. برخلاف روش ردیف، چاپ اینتالیو جوهر رو تو عمق الیاف فرو میکنه و بافت برجسته درست میکنه. اون بافتی که اگه با انگشت لمسش کنی میفهمی واقعیه یا نه. ولی عجیب این بود که تو این مورد هم حس برجستگی وجود داشت. بالاخره تحقیقات جلوتر رفت و رسیدن به بخش عجیب ماجرا، یعنی کاغذ. کاغذی که اسکناس واقعی آمریکا رویش چاپ میشد، فرمول و ترکیب مخصوصی داشت. یعنی 75% پنبه و 25% کتان. ترکیبی که عملاً مثل امضای کار یک سازنده است. این ترکیب به صورت تخصصی توسط شرکتی تولید میشد به اسم کرین پیپر که برای وزارت خزانه‌داری آمریکا اختصاصی کاغذ میداد. حالا تصور کن جعل کننده ها تونسته بودن همین فرمول رو بازسازی کنن. یعنی نه فقط ظاهر و جوهر، بلکه خود کاغذ هم تقلید شده بود. خلاصه این که تو کل شواهد جعل کننده ها استادانه عمل کرده بودن، تا جایی که حتی متخصصا هم اولش مات و مبهوت موندن. اما میدونین که هیچ چیزی 100% بی‌عیب و نقص نیست. کارشناسا با دقت میکروسکوپی نشستن بررسی کردند و بالاخره 2 نشونه خیلی ریز پیدا شد. اولی یه شکاف خیلی نازک درست کنار تصویر بنجامین فرانکلین بود. شکافی که فقط زیر میکروسکوپ دیده میشد. دومیش هم یه خط ظریف‌تر از حد معمول دقیقاً توی تیر برق جلوی ساختمون تصویر. همین تفاوت‌های میکروسکوپی بود که پرده از یکی از کاملترین و حرفه‌ای‌ترین جعل‌های تاریخ رو برداشت. این جعل‌ها خیلی هنرمندانه بودن. نقص‌های ریز میکروسکوپیشون همگی مشابه هم بود. یعنی یک کار نظاممند، نه کار یه سری خلافکار پراکنده. اسم این پول‌ها رو گذاشتن سوپرنوت،
یعنی جعل‌هایی که از واقعی هم دقیق‌تر به نظر می‌رسیدن. کارشناسا کم کم فهمیدن که منبع اصلی این پول‌ها توی سایه‌های پیچیده سیستم مالی جهان داره حرکت می‌کنه. سوالی که همه می‌پرسیدن این بود: کی پشت این ماجراست؟ و جواب هر چی که بود باعث می‌شد پرونده از یک جعل معمولی فراتر بره. اولین محل ظهور سوپرنوت‌ها کازینوهای هنگ کنگ چین بود. جایی که پول نقد زیاد دست به دست می‌شد و کنترلش بسیار سخت بود. این اولین زنگ خطری بود که داشت صدای بلندتری می‌گرفت. تو همین حین زنجیره‌ای از بازداشت‌ها شروع شد. تو سال 1994 5 دیپلمات کره شمالی با حدود $430,000 از همین اسکناس‌های جعلی تو چمدون‌هاشون دستگیر شدن. دقیقاً 2 سال بعد، در سال 1996، یه خانم با گذرنامه کره شمالی در کامبوج با چند صد هزار دلار از همون پولای جعلی بازداشت شد. همه چی داشت نشون میداد که پشت این عملیات یک منبع واحد و فوق‌العاده پیشرفته ایستاده. یه سازوکار منسجم که نه فقط اسکناس و جوهر، بلکه کل شبکه توزیعش رو هم مدیریت میکرد. بالاخره با دخالت CIA آمریکا یه اسم آروم آروم تو گزارش‌های اطلاعاتی پدیدار شد: اتاق شماره 39. اتاقی مخفی تو دل پیونگیانگ کره شمالی که مأموریتش تنها یه چیز بود، اونم تأمین سرمایه برای نخبگان رژیم. سالهاست این اتاق به عنوان ستادی پنهان عمل میکنه و میلیاردها دلار به جیب ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد کشور کره شمالی سرازیر کرده. این اتاق پنهانی رو همون پدرخوانده پشت پرده نامگذاری کردن. سازمانی که هیچ ردی از اون دیده نمیشه و هیچ مقام کره شمالی هرگز به وجودش اعتراف نکرده. تو این شرایط اوضاع اقتصادی برای مردم عادی کره شمالی وحشتناک بود. واحد پولیشون یعنی وون ارزش بین‌المللی نداشت، اما رژیم به دلار احتیاج داشت. دلاری که بتونه باهاش تجهیزات و اقلام مورد نیاز وارد کنه. بعد از فروپاشی شوروی، فشار اقتصادی در کره شمالی بالا رفت و برنامه‌ها شدت گرفت. به خاطر همین با تصمیم مقامات کره شمالی یک کارخونه پنهون راه اندازی شد. یه سازه بتونی 4 طبقه بدون پنجره که دورش سیم خاردار و برجک نگهبانی داشت. تو همین حین مقامات کره شمالی تصمیم گرفتن برای تأمین کاغذ اسکناس‌های جعلی از طریق شرکت‌های پوششی در هنگ کنگ چین کمک بگیرن. تأمین کننده‌ها فکر می‌کردن دارن سفارش‌های لوکس می‌فرستن، ولی نمی‌دونستن دارن به یک پروژه مخفی کمک می‌کنن. وقتی می‌رسیم به سال 1998، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانکی به نام دلتا ایجیا تو شهر پیونگیانگ داره پول‌های کثیف کره شمالی رو می‌چرخونه. به خاطر همین 25 میلیون دلار از حساب‌هایی که گفته میشد مربوط به اتاق 39 بودن فوراً مسدود شد. البته عدد بزرگی نبود، اما ضربه روانی مهلکی زد. بانک‌های هنگ کنگ، چین و سنگاپور یکی یکی حساب‌های کره شمالی رو بستن و از اونجا به بعد هیچ کس حاضر نبود باهاشون کار کنه. حتی دیپلمات‌هاش هم نمیتونستن پول جابجا کنن. بالاخره در سال 1999 وزارت خزانه‌داری آمریکا دست به یک حرکت جدی زد. اسکناس‌های 100 دلاری رو از اول طراحی کرد و تصویر بنجامین فرانکلین بزرگتر و جاش هم عوض شد. همچنین نخ امنیتی هم تقویت شد. این یک پیام مستقیم به کره شمالی بود. اما کره شمالی عقب نکشید. این بار پاسخشون حتی غافلگیر کننده تر هم بود. چندتر از 2 سال بعد اولین نمونه جعلی نسخه جدید 100 دلاری توی یکی از بانک‌های لندن کشف شد. در واقع کره شمالی تونسته بود به فرمول دقیق همون رنگدانه‌ای دست پیدا کنه که وزارت خزانه‌داری آمریکا تو چاپ اسکناس‌های جدید استفاده می‌کرد. همینجا بود که دیگه تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از FBI گرفته تا CIA وارد عمل شدند.
ماموران FBI ماه‌ها وقت گذاشتن تا هویت‌های جعلی بسازن و خودشون رو جای پیام‌رسان‌های فاسد جا بزنن. آدم‌هایی که حاضر بودن در ازای پول هر محموله‌ای رو جابجا کنن. به این شکل کم کم تونستن به دل شبکه قاچاق کره شمالی نفوذ کنند. نقطه اوج این عملیات روی یک قایق تفریحی لوکس در آتلانتیک سیتی رقم خورد، جایی که مأموران یک جشن عروسی ساختگی به راه انداختند. به طوری که دعوتنامه رسمی، پذیرایی کامل و فضای تجملاتی همه چیزو واقعی نشون میداد. قاچاقچی‌ها منتظر بودند پیشخدمت‌ها با سینی‌های شامپاین وارد بشن، اما در همون لحظه مأموران فدرال با دستبند و حکم بازداشت وارد شدند و یک باند بزرگ همونجا سقوط کرد. تو همین حین همه چیز به یک باره عوض شد. کره شمالی اعلام کرد آماده است به مذاکرات 6 جانبه درباره برنامه هسته‌ایش برگرده. این مذاکرات از سال 2003 شروع شده بود. تلاشی برای اینکه پیونگیانگ برنامه هسته‌ای خودش رو کنار بذاره و در ازاش سوخت و کمک اقتصادی دریافت کنه و روابطش با دنیا عادی بشه. اما خطر واقعی پشت پرده بود. کره شمالی از NPT یا همون پیمان هسته‌ای خارج شده بود و ادعا می‌کرد بمب اتم داره و موشک‌هایی می‌ساخت که میتونست ژاپن، کره جنوبی و حتی آمریکا رو هدف قرار بدن. شرط کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات ساده بود، یعنی توقف تمام تحریم‌ها. تو این حالت تناقض قشنگی معلوم شد. رژیمی که می‌خواست سیستم مالی آمریکا را نابود کنه، برای ادامه به همون سیستم وابسته شده بود. بعد از مدتی در سال 2005 یک توافق کلی حاصل شد. کره شمالی پذیرفت بخشی از برنامه هسته‌ای و نظامی خودش رو کنار بذاره و در عوض کشورهای دیگه وعده دادن سوخت و کمک اقتصادی در اختیارش بذارن. اما خیلی زود اختلاف‌ها نمایان شد. کره شمالی خواستار آزاد شدن همون 25 میلیون دلار مسدود شده شد. ولی آمریکا دست نگه داشت چون می‌خواست این پول رو به عنوان اهرم فشار نگه داره و مذاکرات به بنبست رسید و این نبرد هنوز هم ادامه داره. هر ویژگی امنیتی تازه‌ای که امروز روی اسکناس‌های 100 دلاری واقعی می‌بینیم، در واقع پاسخی به همون جنگ پنهان بین آمریکا و کره شمالی.